میلیون اتومبیل بنز داشتیم، در ایران ما 4 میلیون اتومبیل بنز داشتیم. آنقدری که جوونا در ایران سوار BMW میشدن، آلمانیا نمیشدن، وسعشون نمیرسید سوار بشن، اکثرا سوار همین گلف میشدن. فاوه مثل پیکانشون بود، نمیتونستن، در حالی که تمام جوانای ایرانی سوار BMW میشدن. خب شما دیگه چی میخواستین؟ این فقط اتومبیلشو بهتون میگم. استخرای شنا، بهترین سالن‌های ورزشی، بهترینا مال شما بود. نه، قرار تخریب بود. قرار این بود که میدانستن شوروی فرو میپاشه، با فروپاشی شوروی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، این 6 کشور، حداقل این 6 کشور رو شک نکنید قرقیزستان هم میومد. شک و تردیدی نکنید اون کشور کوچولوی قرقیزستان بغل تاجیکستان اونم به ما اضافه میشد. شک نکنید افغانستان هم چی تقاضایی میکرد. این کشورها برمیگشت به ایران.